السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی شما. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را دهان گفته دشنام می‌دهد یا اینکه فلان فلان گفته، آیا با این خیل انسان زندگانی درست است یا نه؟ همه کارهایش را محیا میکنیم، باز گناه ما را یافته و ما را بیهوده لط و کوب میکند. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را بی گناه میزند، آیا این گناه نیست؟ میگویند که مرد را با مهر نگاه نکنی گناهگار میشوی. آخر ما او را با مهر نگاه میکنیم و ما او را حرمت میکنیم. این برادرها در همون جمعه شما اشتراک دارند. اکنون من از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلصی من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادری عزیز، این مردی هم این نیست. گفتی همون ابو عبدالله رودکی، مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنن. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازین. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها، خیلی 2 تاش از همین شهر بوده، 3 تاش از ناحیه ها بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینه خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریشته را خسرش خدا خیرش دهد. سالش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگد همین آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسری محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم ندارد. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشم ها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقد میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ بود برای من کم تر رحم و انصافه برادر عزیز و گرامی، کم تر رحم انصافه بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برات فقط. با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخی کنی آدمی بیگناه، همون عمر خیام خدا خیرش دهد گفته بود آخی ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسانی بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العفو، خدا عفو دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تام ببخشی چی گپی نداره. زندگی از زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. همیشه آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که 3 طلاق در دامنش بیتی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز.